اینکه با ماشین داشته باشیم. من بازیکنای رئال مادرید رو ببینم. از چی میترسی؟ از تاریکی. دوست دارم دختران بلوچ به تحصیل ادامه بدن و همه دختران بلوچ به آرزوهایشون برسن. بزرگترین آرزو چیه؟ بزرگترین آرزو در خانواده‌های فرودست کاتیج کودکان از همان اول کنار خانواده‌ها کار می‌کنند. کودکانی که در کاتیج تحصیل نمی‌کنند اگه پسر باشند احتمالاً از همون سن پایین به کارگری مشغول میشن. جمعه خونی به دنیا می آید به اسم ابراهیم. تبعیض من هر روز احساس میکنم. شون پاکستانی نه؟ چون شناسنامه اینیه. دیدم داره زنگ میزنه. یه اتاق داشته باشم تنهایی بشینم درس بخونم. میترسم از این آینده که قراره. زن بلوچ نسبتاً حق زیادی نداره. دختر بودن سخت نیست از نظر من. زندگی خوب نه؟ با بچه هم برسه. I think the situation is clearly getting worse. آره. They do have one thing in common, and what they have in common is they pay no attention to child poverty.